خونه تو اینطوری درست میکنی که وقتی ببینی داخلش خیلی عصبانی هستی و اینا چی ان دیگه. وای حالا بیا اینجا که بهت بگم چجوری باید کوچکترین خونه دنیا رو بسازی. فقط قبلش قول بده که این ویدیو رو لایک میکنی. خب وسایل مورد نیاز اینا هن. حالا هر کاری که من انجام میدم شما هم انجام بدین. کوچکترین خونه دنیایی که وجود داره رو ساختیم که میتونید ازش به عنوان فرنیس، انویل، کرافینگ تیبل، چست، یه عدد چراغ هم داره با یک بلاک دایموند که درش هم بسته میشه و هیچ موجود نمیتونه بهتون تجاوز کنه.